یه دستفروشی زردالو رو میداد کیلو 2 تومن، هسته‌شو میداد کیلو 4 تومن. یه رهگذاری رد میشد گفت چرا هسته‌شو میدی 4 تومن؟ گفت هسته زردالو عقلو زیاد میکنه. خلاصه این رهگذاره گفت خب 1 کیلو به ما بده. 1 کیلو گرفت و برد 2 تاشو شکون هسته‌شو خورد. گفت این چه کاری بود ما کردیم؟ خب من زردالو رو میخریدم، هم زردالوشو میخوردم، هم هسته‌شو میخوردم، هم ارزونتر در میومد. میره پیش دستفروشه، همه اینا رو براش تعریف میکنه. دستفروشه میگه دیدی بهت گفتم عقلو زیاد میکنه، چی زود اثر کرد. اینه که میگن بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. علم افلاطون حریف جهل مادرزاد نیست.